مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 9 دهه یاری جماعت دهاتی یاری شهر پنجکن برای تامین خوانندگان بالیاقت در دانشگاه‌های عالی کشور سهم باسزا دارند. همه ساله این مؤسسه را چندین خوانندگان ختم نموده به دانشگاه‌های کشور سفربر می‌شوند و دانشگاه را ختم نموده با اختصاص‌های گوناگون به خلق و وطن خویش خدمت می‌نمایند. ختم کنندگان مؤسسه مذکور در سال 1981 امروزها در صف‌های مختلف خواجگی خلق کار و فعالیت دارند. این بود که ختم کنندگان مؤسسه استادان خود را به پیشواز سال نو خوانش و 34مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به یک نشست دعوت نمودند. ختم کنندگان قید کردند که پس از ختم سالهای طولانی استاد صنف اولشان ناروف را در کاف بودیم و خوشبختانه امروز استاد همراه ما هستند. فعالیت کاری من همچون معلم جوان در مکتب میانی رقم 9 دهه یاری آغاز شد. البته در دهه یاری طلبه ها به حد بسیار بودند. در بعضی مکتب هایی که بود، مثال در اونجا یک صنف، یک دو صنف، یک نیک در اون سالی که ما فعالیت کاری سر کردیم 4 صنف، هر یک صنف 35-36 نفری طلبه داشتند. البته وظیفه اساسی ما که ما آموختن در این انستیتوت باید که صافدلانه به فرزندای مهنتکشا درس آداب، درس اخلاق مثال یاد دهیم که آینده از محصول خواندگی ما اینها بهره برند. فعالیت کاری ما هم خیلی سر میشد که در صنف 1 به حد بچه ها اون وقتا صادق نبود، هم تمام زحمت درباره خود آموزگار بود. آموزگار باید که در این وقت علاقه دست چپ بر راست فرزندها مثال مسئولیت تربیوی داشتن درس ها که مثال همون خوانندگان حس کنند که همین معلم غمخوارانه به ما درس داده. البته در 45 دقیقه خاراکتر هر یک خواننده سنجیدن ممکن و چکر که ما آموزنده و خلیریک می مینانخولیک می فلگماتیک می مثلا هر یک طلبه از روی خاراکترش کار میکردیم. من خیلی بسیار یاد دارم که بچه‌ای که مثال دوام درس اشتراکی نقض داشتن پدر و مادرای اردن میکردن. البته درس و یک معلم خطی طلبه پیش بردن نمیشد. با وجود همین ما با پدر و مادران کار میکنیم. بعد از درس به خانه شاگرد ها میرفتیم، پدر و مادر میآموزاندیم که مثال اگر 4 ساعت یا 5 ساعت نزد ما باشد باقی ماندن نزد شما. من از همین شاگردایی که مثال حاضرم عزت میکنن، حرمت میکنن، زنگ میزنن، احوال پرسی میکنن، من خیلی منتدار هستم که مثال خیلی بی‌غرضانه درس میدادیم، صافدلانه درس میدادیم که همین فرزندی همین مهنتکش و پدرش دیرکتور مکتب می یا که کالخوزچی می یا که شفیور می باید که همه صافدلانه یک خیل سواد آموزن. خیلی در دوره ما کارکران خیلی محروم حاجیف دیرکتور عبدالله بودن، با همچون با ما درس پدرانه می آموختن، درس تربیوی که می گذاشتیم اشتراک میکنن. کمبودیایی که ما بسیار جوان بودیم، 21 بودیم، از روی تجربه خودشون با ما می آموزاندن. ما البته از این کلکتیو خیلی منت داریم. مثال بسیار معلمایی بودن که مثال به درجه اولیش خدمت میکردن. حالا مثال نام همین جمعه و شوربای مثال بابایف بودن معلم گیوگرافیا. با از اینها می در اومدن با ما همچون جوان که بودیم یک درسی عبرت نشون میدادن. من این راه با رویت با بسیارتر طلبه یاد میگیرد. خیلی حامد بودن مثال معلمای صنف 1 بودیم، عظیموف بودن بهرام، سفروف فایزیدین اسیوفیان بودن، عثمانوف عیسی بودن معلمایی که ما صنف پایانی کار میکردیم، ایگاموف اعظم بودن. یا که با یکدیگر درسی یاری دراز میکردیم. در درس‌های شعبه متدی که در مکتب میگذشت
البته با راهبر با ما با می‌آموختند با از اونها تجربه می‌گرفتیم مقصد اساسی ما اون بود که همین بچه‌ای که دنیا با امید به مکتب اومده است یک چیز سواد آموزد آینده جامعه در دست همانها بود ما خیلی منتدار هستیم که مثال من خدمت یک ساله ما رو با مثال سیم یکم درس های قدر کرده در وقتهای مثال لازمی زنگ میزنن میپرسن چی کم بودی ما از همین کاری کردیم از خواندنی خودم خیلی شرفمند هستم که مثال همچون نام آموزگار به هر کی وای نمیکند معلومات عالی گرفتیم منم مرحمت آمدیم با مهنتکشا بچهای مهنتکشا سر کار کردیم بعد از یک سال کاری که در مکتب میانی رقم یافی به نام دهه یاری کار کردیم ما رو جزدن به خانه پیونیران رقم 3 دهه کلالی من در اونجا 4 سال فعالیت مهنتی کرده همچون راهبر گروه درباره وی مشغولیت کاری من با سپورت مشغول بود خوانندگان رو مثال برای وطن دوستی تربیت میکردیم درس‌های مثال فیزیکالچوری که در گروه من بود همه بچه‌ها فعال بودن بعد از آموزاندن ما اونها به انستیتوت تربیت جسمانی داخل شدند در نشست استادان سالهای من بعد شرکت نمودند و فکر و اندیشه‌هایشان را به طریق ذیل بیان نمودند. من بدل نور محمد براتویچ سال 1984 انستیتوت پداگوژی شهر دوشنبه را ختم نموده با دستور به مکتب 9 دهکده یاری روان شدم و همون سال به من همین صنف پنجم گی بدن اینها راهبری این صنف رو به من سپردن و از همون سال تا سال 89 من به اینها راهبری کردم تا صنف 10 اینها رو خلاصه ختم کردم اینها 36 نفر میخوندم خیلی بچه های بسیار هم اهل سواد بودن بچه های بودن که اکنون زمان حاضر گیره میگه این بچه ها از کلا فرق داشتن هم دیده درو بودن هم دانا بودن هم سهمگذاری کارهای جمعیتی مکتب بودن و من همین دولت جان که شما میبینید من خدمت خانهشون شدیم دولت جان برنده مکتب بودن برنده تمام محفل ها بودن یک نور و شاگردم و همه هر دیمین ها اینها محفل های مکتب پیش بودن که ما با اینها فخر میکنیم و در تمام در ناحیه هم اشتراک کنم در وای مکتبی و خلاصه با من اینها که بسیار اونسی کلام گرفته بودم به اینها اگون خودم من همش خود چی کنم همین معلمه بعد همین ها من هم کسب دوست داشتم که همین بیشاگرد زندگی کنم هر جون برام یک همینه یک دیدن دکور یک همینه وقتی یک گپ گذار کردن دکور یک سپارش دادن دکور بفته خیلی خلاصه ما همین ها با صنف 10 خط کنیم همین ها بخت سعادت همراه شود خدایا خداوند روی کمبوده نبینن الهیم دایم سرشون سبز دلشون بهتر ختم کنندگان سال 1981 مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 9 از تشریف استادان شاد و ممنون بوده با آنها دولت پیری را تمنا نمودند. من علیمov سالجان حکیمویچ از سال 981 تا تمام شوی سال 99 در مکتب میانی نمره 9 دهه یاری به نام سیدالله خلق کردیم. این 4 معلمی که در اینجا هست حضور دارن به ما درس دادگی حاضر ما در نزد آنها خودم را همچون کودک اسم میکنم خیلی که در همون دورش بود همین خیلی خودم حس میکنم که من و باشم مکتب خان باشم و همون وقت به خاطرم آمده ایستاده است گرچند 45 سال گذشته باشد و ما زندگی مستقلانه کرده باشیم هم با همین معلمه های دیده از اینها با درس خواجگی درس وای میگیریم که زندگی ما شروع شود. امروز سر یک دسترخوان عاید حیات و فعالیت استادانی که ما با درس زندگی آموختند صنف یکم همون با محترم نورو غیاس‌الدین
صنف دوم سوم با محترم قربانوف مسعود و از صنف چهارم تا صنف 11 استاد مهربان بدلو نور محمد ما را تربیت نموده بهر رشد و نموی تاجیکستان صاحب استقلال عزیزمان همه خیل کادرها همه خیل انسانایی که برای جامعه برای این مردم خدمت میکنند تربیت نمودند ما اهل دهه از استادان منتظر هستیم در آینده نیز بهر رشد و نموی همین دهه بهر آبادی تاجیکستان عزیزمان کمر همت بسته شب و روز خدمت خواهیم کرد یک عمر سعادتمند و فیروز باشید خاندان هر یک تا همین جا بدگی ها با توی تماشا شود دسترخوان مرد دهقان دائما پرناز و نعمت شود بگذار دولت پیری مثل استاد قربان و مسعود همه دولت پیری برسد تاجیکستان عزیزمان همیشه به پیش کار و برباری ها و هر یکی شما تمنا دارم همدیاران عزیز давлатбой аз зумраи хатмкунандагоне буд ки аз синфи 1 то хат ба мо тавонист нақлҳои зебо намояд. استادان عزیز خوش آمدیدتان خدماتان نوری دیده تاج و سر اینجا استاد اولین ما نوروف غیاس‌الدین استاد معلم ابتدایی سال 1981 و دیگه ما قدم آمدن ما خوانندگان صنف یکم در همون وقت یکم با اونچه نمراتی همون باید کردی بودی حرفا کردی گی بودیم هم معلم آ ب ر گ اکن گیش ما چهار تا همون صنف یک بود استاد من چی میگن رشته اول چون نهاد معمار کرد تا به آخر میرود دیوار کرد البته استادان ما اینجا استاد نوروف استاد قربانوف استاد بدل حسن از اینها منتداری خود را از نام همین اهل نشست با باقی مانده همه در مهاجرت مهنتی اونها نامبر کنن بیملان ابو بکر بابای اینایت مرشاد ظریف با کی؟ نوروز ظهرالدین همینا از نام تمام همونا عبدالرسول با سفرباد تمام همینا یک برادران با یک در یک سن 18 پسر و 18 دختر میخوانید 36 نفر اکنون برای آموزگار از 25 زیادش سیویخ نورمان میگودم استاد اکنون استاد همه خیلی استاد بودم که میتدیست اکنون یک سرودی اولی که یاد دادم با ما همیشه همین روز گفتم که همون خاطراتی صنف سال 1981 44 سال پیش از این سال 1981 یک شعری که یاد داده بودن چی بود؟ زیبا جانم جانی من نوگل بوستانی من رقص زیبا میکند دختری دورانی من زیبا جانم خوش آواز میخواند با یک آواز. تشکر استاد عزیز. بعد شما تشکر میکنیم استاد قربان مسعود. بعد یه آدم بعدی صنفی 4 تا صنفی 10 استاد راهبری کننده از درس دهنده از صنف ریاضیات الگبر گیومتری استاد بدلوف نور محمد. اکنون مقصد چیه؟ مقصد اون که معلم که ریالیست باشد همون طالبان همون چیز میگیرد. یک بزرگ میگوید که همین فرزند از شما چه یاد میگیرد؟ از شما دروغگویی یا راستگویی؟ ریالیست همین پدر و مادر چه خیلی که باشد همون چیزه. نیستم استاد در نوبت خودش همین مثال گفته است که شاعر که پادشاه پسر به مکتب داد لوح سیمینش بر کنار نهاد بر سری لوح او نوشته با زر جبر استاد به مهر پدر. این مقصد مرام در دیگه چیز یک پدر و یک مادر در تربیت یک فرزند در میماند. نیستم یک استاد 36 طلبه یا که شاگرد یا 25 گوییم در همین در میماند. برای همین تشکر. شما هم استاد عزیز، شما هم غیاس‌الدین، شما هم بدل نور محمد. ما از شما منتدار. ما از شما چی آموختیم؟ ما از شما راستی و چی میگن؟ راستگویی. همینطور سال 1981 مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 9 را صنف‌های A, B, V, G تمام نمودند. در صنف دهم G 36 خواننده
18 писар ва 18 духтар таҳсил карданд ки имрӯзҳо дар соҳаҳои мухталифи кишвар кору фаъолият доранд. вохӯрии хатмкунандагони соли 1981 на танҳо хотираҳои ширину нодирро зинда кард, балки аз эҳтирому сипоси беандозаи ҳамсинфон нисбат ба устодони худ шаҳодат дод. онҳо собит сохтанд ки муҳаббат ба омӯзгор ва арзгузорӣ ба илму дониш арзише ҳаст ки ҳаргиз кӯҳна намешавад. ин нишаст нишон дод ки пайвандии шогирду устод дар тӯли 10 солаҳо ҳамчунин поянда аст ва насли ҷавон низ метавонад аз ин сабақ дарси эҳтирому садоқат ва дӯстиро омӯзад.